با نام خدای مهربان سلام. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. نور، برکت و عشق در خاندانتان. یادآور میشم که ثبت صدومی برنامه کتابخانه است و در مهمانی ما حضور دارن استاد سیف الله ملاجان. استاد به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دیگر بار دعوت ما رو پذیرفتید و باید بگم که شما مهمان افتخاری برنامه هستید و در صدومین برنامه کتابخانه اشتراک دارید. یکی از خودتان بگید که شال و احوال دارید. منت خدای را، هر نفسی که فرو می رود ممید حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و به هر نعمت شکر واجب. سلام بر شما، درود بر همه بینندگانتان که تحمل کردند و 100 برنامه ای که هست که شما رو گوش میکنند. البته تصادفی هم نیست، ما در این 100 برنامه که شما کردید و افتخار به ما هم دادید که مهمانی شما باشیم، چون ما بر سفره کتاب نشسته بودیم و همه سخن از کتاب بود، سخن از سخنی والا بود، سخن از ساختن جامعه بود، سخن از روزها و امیدهای نیک برای هر یکی ما و برای کشور ما بود. و در رابطه با خودم باز دیگر میگم شکر خوبم و یک تشکر دیگر بازم به شما. من بعد این برنامه های شما رفیقای بسیار، همین یک چیزی که به انسان امید واقعا میبخشد وقتی که شما میدونید که یک سخن گفته شما در جامعه مفید و نافع قرار گرفته و اینکه مردم زنگ میزنند، آماده اظهار سپاس میکنند و دوستای نو، من بعد هر برنامه شما من دوستای نو پیدا میکنم و بازم بر سفره این دوستانی ما همیشه ذکر کتاب و کتابخانه و آینده نیک ملت است و من حتی وقتی که نام این دوستا رو ذکر در حافظه تلفنم ثبت میکنم، اونها رو همینطور ثبت میکنم. مثال مهرالدین کتاب دوست یا غیرت کتابخان یا قیس کتابدار، یعنی حتما با کتاب ارتباط شما میدیم و هر جا که کتاب است اونجا اندیشه هست، هر جا که اندیشه است اونجا سازندگی و بنیادکاری است. سلامت باشه استاد. من بدون تعارف میگم که واقعا در این برنامه هر صحبتی که با شما داشتیم برای ما افتخار است و صحبت امروزی هم که با شما من صحبت میکنم، نه بس که این برنامه کتابخوان هست یا نیست، هر جا که ما با شما صحبت کردیم واقعا برامون موی افتخار و سربلندی است. استاد میخواستم سر یک موضوع ویژه چون برنامه قبلی صحبت کنیم و موضوع این است که شما چند قبل در رسانه یک مقاله نشر کردید با نام استعمار زدایی. یعنی این نشر مقاله به همون زمان راست آمد که کشور هند یکی از کشورهای پیشگام است در استعمار زدایی و تقاضا کرده است که نامش رو از هند به بهارت برگرداند. من میخواستم بفهمم که همین استعمار زدایی یا استعمار در تاریخ ملت ما چه جایگاهی داشت و آیا ما با این پدیده ها روبرو شدیم و مثلا خود استعمار چی است و سر این موضوع صحبت کنیم. بیاد من به خاطر آن که خودی مسئله بسیار حساس است. بعضی ها بر بودن و نبودنی بعضی استعمارها شبهه دارند. به خاطر آن که یک حرفی مفت نگفته باشیم، من تعریفی از بین تعریف هایی که توصیف هایی که استعمار کردن، یکی از توصیف هایی که در زبان فارسی بسیار معروف است، همین پسندیدم برای شما و برای بیننده هاتون میخوانم. استعمار در لغت به معنای تسلط مملکتی قوی بر کشوری ضعیف با قصد استفاده از منابع طبیعی و نیروی انسانی افراد آن با تظاهر به منظور آبادی و رهبری مردم آن به سوی رشد و توسعه. فکر میکنم از این زیباتر، اگر هر کلمش، اگر هر واژه‌اش شما اگر توجه کنید، از این زیباتر و دقیقتر من بیان نیافتم. یعنی استعمار وجود دارد اما هیچگاه از جانب اون کشوری که بانی استعمار است و مسبب این استعمار است، هیچگاه این کلمه صدا داده نمی شود. و چون شما و نه اینکه صدا داده نمی شود، بعد گفته هم می شود که ما اصلا برای نجات آمدیم. یعنی همه مسلمان‌ها همین شعار دارن و این به این خاطر من این بسیار پسندیدم و برای شما گفتم. شما فکر میکنید که وقتی که اسکندر به ایران و به مصر هجوم کرد، حمله کرد، گفت که میخوام شما رو بکشم، زنای شما رو اسیر گیرم، گفت نه من شما رو آمدم که از جور فلانی ها نجات دهم. یا وقتی که مغول چنگیز خان آمد، در تواریخ دوره مغول ثبت است که میاد میگفت که من آمدم شما رو از این سلطان محمد نابکار که همه روزگاری شما رو برباد داده است نجات دهم. حتی وقتی بغداد فتح میکردن، بغداد میگرفتن و اون خلیفه رو برانداختن، بازم گپشان همین بود که ما میخوایم شما رو از ظلم این. یعنی این یک چیزی ثابت و مسلم تاریخ است که همیشه شعار این است اما تظاهر دیگر است.
و شما اینجا اشاره زیبا فرموده، در واقع در دنیا که بیشتری کشورها شما میدونیم که عصر 18 و عصر 19 میلادی زمان استعماری بزرگ بود تا تقریبا پایان جنگ دوم جهان که بعد این آثارش برهم خورد و استعمار با اعلامی یا که با اعلامیه یا با بستنی یک قرارداد وقتی یک کشور میگه تو استقلال پیدا کردی به دست نمی آید و استعمار با همون روزی که رخت بربست اون تاثیرش همین خیلی نمیماند. چون شما میدونید که هر کشوری که ما استعمار مینامیم حداقل 100 ساله، بعضی کشورها بیشتر 100 150 200 تا 300 سال هم هست و در این 200 سال در این 100 سال حتی 4 نسل با تفکر استعماری به دنیا می آیند، پرورش می‌یابند، رشد میکنن و از دنیا میروند. به این خاطر مبارزه بردن با این خیلی دشوار است و تنها کشورهای موفق میشوند که برنامه درستی کاری داشته باشند و هدفشان هدفی زدودن استعمار باشد. و من نمونه 2 کشور میگم که امروز تقریبا 70 سال مقدم اونها این استقلالی واقعی نداشتن، 75 تا 80 ساله، که نمونهش یکی چین است و یکی هند است. 2 کشوری که از استعمار، از گرگ استعمار، از این زال استعمار رهیدند و از بس که برنامه بسیار موفق و برنامه‌های بسیار دقیق داشتند، اینها همون آثار زدودند، هم از یک کشوری وابسته به کشوری ابرقدرت و به کشوری تاثیرگذار. و میدونیم هر 2 کشور تا گذشته از اینکه اینقدر نفوذ زیاده از نگاه مردم و جمعیت دارن، این چنین قدرت‌های هسته‌ای جهان هم، قدرت‌های حتی اقتصادی جهان هم هستند و یکی از سر موفقیت این کشورها انمی برنامه درستی برآمده شده استعمار زدایی است. و ببینید 70 اند سال می‌گذرد از استقلال چین، از استقلال مثال هند، بعد این قدر سال آمده میگه که نه حتی نامی که یادگاری زمان استعمار است، این نامی بیگانه است که بر ما گذاشته، من از این نام دست میکشم. این بسیار یک چیزی رمزی عجیب دارد. و شما اشاره کردید به سابقه استعمار در تاریخ ما. بله متاسفانه ما میدونیم که گذشته از سرفرازی ها و بالندگی ها در تاریخ ما حادثه های بسیار دشوار و حادثه های بسیار روزهای بسیار سخت و ذلتبار مردم ما در گذشته داشتن. و اگر ما نگاه کنیم به همین 3-4 دوره مهمش، یکی از این دوره ها دوره اسکندر بود، حکومت مقدونی ها بود. و شما توجه کنید وقتی که با اون قدرت اسکندر آمد که تمام جهان، تقریبا جهانی متمدن امروز فرا گرفته و تسلط یافته بود، یکی از مقاومت های جانانه در برابر اون محض در آسیای ما از جانب یک فرزند تاجیک سپیتامین صورت گرفت. سپیتامینی که امروز ما با نامش ناحیه داریم، ما با نامش مکافات و آردین، یعنی یک شخصیتی که گفت تاریخ ما با نام به نام اون ناتمامه. همین علاقه حرکت است، یعنی در اون زمان سپیتامین شاه نبود، سپیتامین حتی سرداری ولایت هم نبود. میدونید دلیل یکی از مصیبت هایی که ما در همین زمان های در تاریخ گذشته داشتیم چی بود؟ زمانی همین سخن درباره استعمار می رود. متاسفانه شاهانی همون زمانه ما مردم رها کردند و فرار کردند. شما ببینید اسکندر وقتی میاد دورو در وقتی فرار کشته می شود و کشور بی صاحب می ماند. کشوری که بی صاحب ماند یعنی نفر اول که همه چی با او برمیگردد کشته شده است. یعنی هر کس باید بر رسالت خود عمل کند. این است که میرود با یونانی یا با یک اصطلاحگر دست دوستی میدهد، خب میخواهد از این حکومت هم استفاده برد و با استعمار این زبان یک میکند با سازش میگراید. ما همیشه در تاریخ ما یعنی عامل شکست همین کشور خود همون راهبرا و حاکمانشان بدن، نه خیلی مردم. نشانه استعمار اگر شما ببینید سببش سبب عمده همین مستعمره شدن کشورها حکومت‌های استبدادی و ناکارآمدند که بر سر مردمشان مینشینند و موفق نمیشوند. مردم در بدبختی و فلاکت زندگی میکنن. شما میدونید که همیشه در این 2,500 سال، دوریم حتی زیادتر، حدودی تقریبا 4,000 سالی که تاریخ ثبت شده است، شما میبینید که همیشه کشورها در فکری جاسوسی و در فکری آگاهی و اطلاع یافتن از همدیگر هستند. یعنی اونا اطلاع مییابند که حالت چی است، بعد قدم می‌نهند. همیشه استعمار یعنی پیش تاریخ استعمار اول این است. خب و یکم ما مقاومت جانانه سپیتامین می‌بینیم. دوم وقتی که اینا حکومت میکنن، حکومت سیاسی و معنوی
یونانی ها با مرگ اسکندر به انجام نیافت. اون حکومت سلفکیان بود، بعد حکومتی در خودی آسیا میانه دولت یونان باختر بود و اینها از بس که 3-4 نسل بود و باید یه چیز نکته رو بگویم. البته یونانی اون زمان یونانی خیلی پیشرفته بود، یونانی که مرکزی فکر و فلسفه بود، تمدن و معماری جهان بود، یعنی همین خیلی دست خالی نآمدن و از بس که زرق و برق تمدنی اونها چشم مردم محلی رو خیره کرد، اینا در اینجا بسیار موفق شدن در 3 زمینه. یکی در زمینه دین و آیین. شما برای اینکه من حرفم با دلیل باشد بیننده شما، اگر شما با آثارخانه باستانی تاجیکستان روید، اگر در یک تالار است، تالار زمانی همین اسکندر، اونجا بینید گذشته از خطی که میبیارن، خط یونانی رو جاری میکنن در این مملکت، آیین، دین و آیین، یعنی از اهورامزدا و از این آیین‌های محلی میترایی دست میکشن، مهرپرستی و پرستیدنی همون نام خداهای خودشون از زئوس و آپولون دیگه میبیارن. و سوم پدیدش این معماری بود. همین شهری که حضور در همین بین ناحیه قبادیان و شهرتوزی تاجیکستان است و این شب روز بیشتر درباره میگن با نام تخت سنگین تجلیل میکنن. همین یک شهر یونانی است، یعنی از معماری شروع کرده تا همه چیش، یعنی اینا بسیار موفقانه عمل کردن. بعد زدودن آثار جدی کی شد، تأثیر اونها اونقدر زیاد بود که ما یکی از حکومت‌های قدرتمندی آریایی که به جای اینها آمد حکومت اشکانی بود که در تاریخ با نام پارت هم مشهور است. اگر شما به سکه‌های همون زمان نگاه کنید، حتی شاهانی که به جای یونانی آمده بودن، اینا در یک مدتی تقریبا 50-100 سال هنوز زیر تأثیر تمدن یونان مانده بودن. حتی در سکه هاشون می نویسند که فیلا هلنیست، یعنی یونانی دوستدار. یعنی تا این حد این تفکر یونانی گرایی و یونانی پرستی در جامعه رشد کرده بود که اینها در سکه شون می نویسند که مردم ما رو قبول کنید، ما دوستدار اون تمدنیم. و اگر ما به تاریخ اشکانیان نگاه کنیم، تقریبا تا دوره اردوان سوم این چی دوام داشت و در زمان اردوان بود که دیگه وقتی فهمیدن مردم نخبگان جامعه گفتن که آخه ما کشوری مستقل، و دوم در برابری کی قرار داریم؟ در برابر روم قرار داریم. به جای یونان روم آمده بود و این جنگ های روم و اشکانیان بسیار معروفن. اینها وقتی در برابری اونها قرار گرفتن دیدن که ما در برابری دشمنیم، اما با زبانی اون دشمن گپ میزنیم، با مفاخری تمدنی اون دشمن میبولیم، خودمون رو با لباسی اونها زینت میدیم، با زبانی اونها مینویسیم، آیین اونها رو هم حتی ذکر میکنیم، اما اونها دشمنی ما هستند. تدریجا شروع میشه این حرکت. اما این حرکت دلیر جان یک چیز بسیار مهم، وقتی که حرکت استعمار زدایی در یک کشور، در یک منطقه، در یک مملکت ناتمام ماند، بسیار عواقب بد دارد. چرا استاد؟ برای چی عواقب؟ برای اینکه همون کار ناتمام میماند، برای هزار سالهای دیگر تأثیرش میماند. من یک مثال میبرم برای شما. همین اسکندر که هنوز که ما در عصر 21 حاضر ما فرزند تاجیک فرزندش نام اسکندر میماند. سالهای 80 بود من یادم است یا 70 بود. استاد لوری یک شعر دارن که میگن که دخواه مادر تاجیک تو بچت اسکندر و چنگیز و تیمور همون سالها بود. ببینید با گذشت این برهم نخورد. چرا؟ برای اون که همین حرکت به انجام نرسید و اسکندر ناشناخته ماند. اسکندری که اجدادی ما لقب اگر اونا خودشون اسکندر مقدونی یا اسکندر یونانی گوندگر، اجدادی ما وقتی که اسکندر اومد اون بدکاری ها رو کرد، اوستا رو آتش زد، تمام روحانی های زردشتی و مهرپرستی رو قتل کرد. اون تختی با نام تخت جمشید در ایران است، پایتخت اصلا آتش زد که من بفهمونم به جهان که حکومت پارس ها به پایان آمده است. با همه این بدکاری هاش که مردم دیدن اون نامیدن اسکندری گجستک. همین لقبش گجستک معناش ملعون میشه. ملعون. یعنی ببینید چقدر مردم از دست این بدادو. لیکن وقتی این حرکتی من بعده با ضعف روبرو شد، بعضی از شاهان اشکانی بازم بورد دیگه میگم یعنی شفته همین تمدن شدن، این آمد نام اسکندر دیگه یه چیزی معمولی شد و کار تا درجه آمد که بعد ساسانیان 400 سالی ساسانیان اسلام آمد، آیین دیگر آمد، هنوز نام اسکندر حتی در تفسیر قرآن راه یافت و مردمی که اندیشه نداشتن فکر میکردن که همین ذوالقرنینی که در یکی از سوره های قرآن تا این حد چه ببینید
فقط این چیز کسی میدونست که آگاه باشد. شاعر نویسنده‌های ما صدقشون شوم البته بیشتر مردمی احساسی اند. شاعر ما این استایش کردن از نظامی سر کرده تا مولانا جامیره که خردنامه ها نوشتن. اما بیرونی بر این دانشمند وقتی که درباره ذوالقرنین می‌نویسد خلاصه میکنه نه این ذوالقرنینی که قرآن است باید این نباشد. چرا؟ چون میگه در فرهنگ و در فلسفه قرآن نفرایی که غیر موحدن اونها تمجید نمیشن. حتی یک جمله معروف هم است که از حضرت علی میپرسن که این کی است؟ میگه مرد از مردان مؤمن بود. این وصفش میکنه. ذکری که در قرآن دایر به ذوالقرنین که از مؤمنان و نیکوکار. بله. ما اسکندر نمیتونیم نیکوکار گفتن چون یک جنایتکار بودین. یک قتل‌های زیاد کردن. از نگاه خود این منطقی اگر قرآن و اسلام نگاه کنیم نمیشود یک پادشاهی که بیش از یک خدا دارد، زفس دارد، چندین خداها دارد و مؤمن خطاب کرد، موحد و تمجید شود. و سوم اگر شما به زبان روسی یا به زبان انگلیسی شما اگر در گوگل زنید درباره اسکندر از این بدتر گپ‌ها هست از نگاه اخلاقی. یعنی نمیتواند یک آدمی جنایتکار اما وقتی که یک سیاست ناتمام میماند این نتیجهش میشه. حالا میفهمم که وقتی من مقاله شما رو مطالعه کردم و گفتید که استعمارزدایی این به مراتب برای کشور مهمتر از استقلالیت است، نه اکنون درک میکنم که این چی دهشتی بوده است. استاد بعداً بگیریم آمدن این عرب ها و مغول ها و بعد شام خیلی برنامه‌ای بودن که ملت ما برای یک استقلالیت نسبی هم باشه که یک استعمارزدایی یک کارهای انجام داده باشن برای زبانشون برای فرهنگشون. این حالت‌ها بودن. بعد این دو اصطلاح دیگر شما اگر یادتون باشه در برنامه گذشته که ما در راجع به سامانیان بود یکی از مسائل ما همین بود با این نام نه البته اما دایر به نقش سامانیان و جایگاهی بسیار والایی که اونها در تاریخ و تمدن تاجیک داشتن. یکی از نکته‌های مهمی که سامانی‌ها رو در تاریخ ما ممتاز و محبوب کرده است فقط به خاطر ارق و نژاد تاجیکی آنها نیست. یکی از سبب‌های اصلیش انمی برنامه‌ریزی بسیار دقیق آنها در زدودن آثار تأثیر حمله عرب البته با مصالحه و اون خدمت بزرگی که اونا کردن. من بیاد درباره آثار زدودن آثار استعمار زمان عرب سه اشاره میکنم با شما. یکم شما باید بیارید اون حرکت بسیار عظیم و از نگاه فرهنگی بسیار جالبی شعوبی را. بله. این شعوبی ها با تکیه بر خودی دستورات قرآنی که نام خودی کلمه شعوب از همون آیه قرآن گرفته شده است جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. اینها به خاطر همین شعوب نامیده شدن. یعنی اینها چون عرب ها نسبت به مردم غیر عرب بسیار با یک تفاخر و بسیار با تکبر مناسبت کردن اینها همین آیت بسیار آورن گفتن ببینید در قرآن که کتاب عمومی من و شماست میگه که شما گرامی ترین شما در نزد ما با تقوایش یعنی بهتری شماست از نگاه اخلاقی نه از نگاه نژادی. و با احادیث این حرکت ببینید خودش حرکتی استعمارزدایی است. اینا چیکار میکنن با قیمت جان خودشون از ابن مقفع سر کرده تا افراد از فارس از تخار از سوخت از خوارزم از بلخ اینها میان جان بر کف میگیرن تمام به خاطر اینکه به عرب بگویند که ما یک ملت متمدن بودیم. آثاری فراموش شده تا اسلامی را هم آثاری حدود فارس هم آثاری حدود آسیای میانه را هم خراسان هم آثار یونانیه که اینجا این آثار اینا با زبان عربی ترجمه میکنن و بسیار با تفاخر گپ میزنن. و باز اگر یک اشاره دوم اگر خواهید من برای شما بر یک جمله زیده یک مصره زیبای آدم و شعرا رودکی از همه زیبا همین تجسم یافته است اونجا که در ستایش امیر سامانی میگه رودکی که امروز به هر حال که بغداد بخاراست. یعنی این بخارا رو در مقابل بغداد که مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام بود قرار دادن بسیار یعنی در این یک جمله در این یک مصرع یک کتاب گپ است. یعنی ما در برابر شما خود ما رو علم میکنیم. ما همون چیزی که شما دارید ما داریم. دولت هم داریم، زبان هم داریم، تمدن هم داریم، مردان نامی هم داریم. یعنی هر چی که هست. بعد دلیل هر استعمار وقتی که ضربهش بیشتر به البته جنبه اقتصادی گفتیم منافع و اون منابع مالی رو میبرد و یکی از ضربه های از همه مهلکی استعمار این ضربه به فرهنگ و زبان یک قومه. ما از همه در زمان هجوم عرب ها از همه چیزی که ما سخت ضرر دید همین زبان ما بود. حتی دین به اندازه اون ضرر ندید چون عرب ها در اون چیزی که در تواریخ آمده است در کتاب ها آمده است در مسئله چون ما در زمان اموی فتح شدیم ملک ما آسیا میانه و
اونها اینقدر منفعت‌دار برای ترویج دین نبودن و می‌بینیم تو 50 60 تا 100 150 سال مردم گذاشته میگفتن جزیه سپرید ما کار نداریم و بر حکم همون آیه لا اکراه فی الدین کسی با دیگه رها بود. نگاه کنید یک کاری که اینا کردن این بود که به زبان به احترامی کردن و مقاومت مردمی ما هم در مقابل تسلط اونها، در مقابل اون حرکت استعمار اینها از راه زبان، یعنی همون مثل که همون یک جانوری که وقتی که اگر کدامی از جانورها هست وقتی که اون شما زخم میکنید او با لیسیدنی همون بدنش همون جای دردش جای جراحتش التیام میکند، میبخشد، مداوا میکند و دوباره راه میافتد. همین هر جنبه فرهنگی قوم که ضرر بیند همون حرکت از همون راه زنده می شود و در این زمان می‌بینیم که زبان این نقش بازی میکند و اون کاری که یعقوب لیث کرد. ببینید ما طاهریان حکومتشون طولانی تر از صفاریان است و بسیار حکومتی با نظام هم هست، لیکن ما طاهریان رو به اندازه صفاریان که بسیار کم حکومت کردن، اینها بسیار کارهای عجیب هم در مسئله فرهنگ کردن طاهریان، خصوصا اون عبدالله ابن طاهر و کارهای بسیار مردم پسند هم کرد. لیکن چرا یعقوب در نزد مردم ایرانی تبار محبوبه، واقعا محبوبه؟ به خاطر اون که وقتی که اون کارنامه کرد و به زبان عربی شعرش گفت مرا به زبان خودم شعر چرا چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ این یک حرکتی عظیم دیگه بود و همین یک کار این سلاله این سلسله را از اون سلسله محبوب تر کرد. یعنی یک کار به خاطر زبان فقط، به خاطر زبان یک سخن. این تجربه طاهریان نشان داد که وقتی شما این کار نمیکنید، یعنی یک حکومت این کار نمیکند، یعنی در مثال طاهری حکومتی آینده میکند، طاهری صفاری نکرد سامانی، یعنی این چون این خواهش ملت های، این یک روند طبیعی برای همه دور زمان هاست. انا کن سامانیان نقطه سیوم بسیار با برنامه عمل کردن و موفقانه هم عمل کردن، فقط حرکت سامانیان با کمال تأسف ناتمام ماند. بدونید برای چی؟ برای اینکه همیشه وقتی که گپ استعمار هست و استعمار زدایی است، در افراد همون خودی ملت یک گروهی هستند که مثل که درمان اشکانیان من گفتم شفته اونند و با این مردم همیشه در مبارزه هستند. تا امروز این چیز وجود دارد. بله همیشه این چیزی که برای یک سلسله و یک دوره نیست. میدونید مهاتما گاندی یکی از چهره های بزرگی اتفاقا ضد استعمار و چهره بسیار درخشان که یادش بخیر، که با سرود و رقص و بازی استعمار انگلیس از خاکش دور کرد، یک سخنی عجیب دارد. میگه که بدترین روشنفکرانی هستند که استعمار تربیه میکنند. چرا؟ خیلی چرا؟ چون اینها نگاه کنید، من یک مثال تو میبرم. بابا نزدیکی تقریبا یک 2-3 ماه قبل یک بحث شد درباره یوسف استالین. یک نفر از دوستای فیسبوکی ما اشعار لاهوتی ماند، اشعار بسیار بلند با زبان ما. من زیرش یک چی نوشتم، گفتم حیف این سخن والای پاک، حیف این سخن در ستایش یک ستمگر که از دستی او هزاران صدها هزار تاجیک به باد رفت. شما باور نمیکنید شروع کردن این یک گروه. بله میدونین حرفای بدونی رو به خاطر اون که اون نه از ملتشونه، نه برای ملت اینها یک مقدسات دارد، یک شخصیتی تاریخی کرده حکومت و بیبیش و اولادش همه را نیست کرد، تجاوز کرد، بدبخت کرد و دفاع میکند از او. چرا؟ این پروردی همون استعمار. این بسیار چیز نازکه. من چرا میگم که متاسفانه ناتمام در همون زمانی که سامانیان این حرکت پیش میبردن و در درون این حرکت ضد شروع شد، چون میدونید یک گروهی دیگه ببینید دو تا مثالی بسیار البته با تاسف چرا دقیقی کشته میشود. در آغاز 1000 بیت گفته بود که آمدن یعنی همین کاری که قرار بود فردوسی کرد بعد رو دقیقی شروع کرده بود. دقیقی در اون اوج جوانی کشته شد از دست باز یک غلام. این هم خیلی کاری تصادفی نبود، این حرکت باید متوقف میشد و فردوسی از گفت که من اون 1000 پسر آورد. و چرا فردوسی زحمتی 30 ساله اش قدر نشد؟ اون داستانی معروفی رنجیدن، اون داستانی که این آدم عمرش وقف این ملت کرد، ولی افرادی همین ملت اینو گفتن که این تو ستایشی مجوس کردی، تو تاریخ تا اسلامی ما رو گفتی، تو اصلا یعنی حتی در قبرستان اون راه ندادن. برای این حرکت ناتمام ماند. حرکت استعمار زدایی. بله. برای در داخل، در خودی داخل ما از
یونانی نه، ما از عرب نه، ما از خودمون باید شکایت بکنیم. از داخل خودی پرورده های همون استعمار آمدن در این حرکت قرار گرفتن و بسیار این کار دشواره. و نتیجه این چی شد دلیر؟ نتیجه این شد که با فروپاشی سامانیان، با از بین رفتن این دولت، یک تفکری جمودی یخبسته‌ای شخ شده‌ای ارتجاعی محمود غزنوی سر قدرت می آید. تفکر با نام دین، زیانی کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش، با نام دین ولی در مقابل دین. شما چرا عظمت و جایگاهی حکومت محمود از سامانیان بیشتر ببینید؟ هند هم در بر میگرفت، تقریبا تا اصفهان و رای در قلمرو او بود. چرا اون جایگاه پیدا نکرد؟ حدودش بیشتر از سامانیان بود بخود. یا که حتی میگن که محمود و هر وقتی که خزینه رو حساب میکردن، ما در یک تاریخ خواندم وقتی خزینه رو حساب میکردن که در بیت المال چقدر پول است، سوال میکرد به وزیرش که سامانیان چقدر داشتن. اون در وزیر سامانیان بود اصفهانی، میگفت وقتی میدید زیادتر شادی میکرد، میگه من از اونها پس قدرتمندترم. لیکن چرا این قدرت درباری مجلا دارد؟ شهر غزنین شهری بزرگی اون زمان است، لیکن در این شهر فقط شعر سروده می شود که در ستایش همین پادشاه هست، در ستایش بدکاری های همین. من یک مثال برای شما بیارم. فرخی سیستانی که پدری قصیده های و قصیدهش میخوانید، در اون صنعت شعری و هنری شعری اون تعجب میکنید. همین فرخی لشکرکشی محمود به شهر رای تصویر میکند و میگد که ای محمود، معنی شعرش، اونهایی که میگود امروز میگود دیروز میگود 1000 دکان داشتن، میگود میدونی کجاین؟ امروز در سریدار ما اونها رو میبینیم. و همین همچون جزوی مفاخری محمود ذکر میکنه. یعنی شاعر اون گپی که ناصر خسرو میگه که من در پای خوکان نریزم، من این نازنین دور لفظی دری را، این در پای یک به خوک مانند میریزه. تشکیل آدمی که مخالف تمدنی اینه، مخالف فرهنگ اینه. و اون حرکتی که در دربار محمود حسن میمندی کرد و اون کاری بسیار زشتی کرد و دستور داد که از زبان فارسی پرهیز کنید و دوباره خط و کتابت به زبان عربی برگردونید. این حرفی است که عتبی در تاریخ یمینی می نویسد. یعنی جنبست میکنم این بخش، این حرکت وقتی که ناتمام مان به این درجه فجیع میرسد و متاسفانه تأثیرش به 1 سال و 2 سال نه، بود 100 سالها دوام میکند. نتیجه انمی تفکری زمانی بعدی محمود که سلجوقی ها از او حکومت میگیرن، شخصیتی چون البته از نگاه علمی دینی خیلی قوی محمد غزالی، لیکن اون حرکت ارتجاع را اونم دوام میدهد. در مقابل چی؟ در مقابل، من نمیگم در مقابل اندیشه، در مقابل دانش، در مقابل حرکتی که تاجیک باید احیا میشد. و باید شما بگوید که بعضی جریان‌های تاجیکی در مقابل ماجرا قرار داشتن، مثل همین اسماعیلیه و که بسیار برای تمدن ما خدمت کردن و با بهانه همین شما اسماعیلیه یا شما اونها رو میدونید چقدر در طول تاریخ کشتن که این یا حرکت خودی معتزله که حرکت عقل گرایی بود، اون حرکت هم به حاشیه رانده می شود. این کمبودی این کار بود. استاد گفته که در بعد هجوم عرب ها، مثلا همون دوره استیلای عرب ها، این سامانیان بودن، طاهری و صفاریان بعضی کارها انجام دادن که یک کمی فرهنگ زبان بیدار شود و اصالت برگردد. ولی در زمان مغول ها هم که خیلی یک استیلای سخت بود و بعدش هم میبینیم که یک بیداری و یک زبان و یک رشد بوده است. یعنی اونا کیا در اون وقت خدمت کرده بودن برای استعمار زوده و بعداً بیایم به زبان شوروی؟ ببینید در زمان استیلای مغول شما درست اشاره کردید، استیلای مغول استیلای خانه‌برکن بود، استیلای بسیار دشوار و استیلایی بود که ما شاید گفتن بزرگترین ضربه به اون کمر تاجیک، به اون استوانی فرهنگی و ملی ما زده شد. ببینید مغول ها در قیاس اگر مقایسه کنیم با یونانی ها و عرب ها، یونانی تمدنی بسیار قوی داشتن، عرب ها با آیین آمدن، دین پیش آوردن. مغولان نه اینه داشتن نه اونه داشتن. مغول ها وقتی که آمدند، شاید بیننده ها این چیز بدانند یا که اگر کسی نداند بدانند، وقتی مغول ها آمدند در ابتدای قرن 13 میلادی، در همون زمان در دنیا در حدود تقریبا 100 سال 150 سال این جانب برای همون زمان یک در
روابط بین المللی یک جنگ بود به نام جنگ صلیبی که شما از تاریخ بله. این جنگ ها که مبتکر این جنگ پاپ روم بود و دربار واتیکان بود، اینها با قصد، البته خود اروپایی‌ها میگن که اینا به خاطر مال و پول بود، اما شعار اونم شعار دینی بود. اینا میخواستن که همین سرزمین قدس برای گفتی خودشان اورشلیم آزاد کنن، همچون جایی که دو دین اصلا بیشتر مسیحی جای عیسی اونجا باز شود برای زیارت و از دست مسلمان ها. اینا البته اونا مسلمان ها رو میدونید چی میگن؟ نه، مسلمان ها رو کافر میگن. بله. یعنی به گفتشون از دست کافر رو آزاد کنن. و این حرکت شما میدونید که رفت اول اومدن گرفتن، بعد یک 3-4 سال اورشلیم گرفتن، بیت المقدس و چند دولتچه تأسیس دادن. لیکن اینها در مقابل وقتی که از نگاه هم نظامی هم از نگاه علم و فنون از مسلمان ها خفا مانده بودن، اینها در جنگ با مسلمان ها شکست خوردن و اون صلاح الدین ایوبی اینها رو بیرون کرد. وقتی که اینها ناکام شدن، وقتی که دیدن که از این طرف مغول آمد و مغول هم قصد تسخیر این سرزمین ها رو دارد، رابطه شروع شد با دربار روم، یعنی دربار رومی واتیکان با اینها. این گپی که من میزنم با اساس میزنم. یک کتاب هست با زبان ایتالیایی و با زبان‌های گوناگون دنیا، از جمله با فارسی هم ترجمه دارد، نامه‌های دربار واتیکان به خانهای مغول. اگر همین نامه ها رو در یک کلام اگر جمع کنیم، گپشون همینه: تو از این طرف بیا، من از این طرف، باید ما این تمدن این سرزمین از اینجا آزاد کنیم، تقسیم کنیم و بساط مسلمان و اسلام برچیده شود. از بس که این حرکت بسیار برنامه‌ریزی شده بود، شاید خواننده ها ندانند خود چینگیز برامون آیین مغولی و برامون آیین شمنیستی بود، لیکن فرزنده و نبیره های چینگیز همشون مسیحی شدن، بیشترشون مسیحی شدن. دینی این واقعیت رشید الدین میگه، جوینی میگه اینو بر آیین مسیح، یعنی اینها کار کردن. خودی شما فکر میکنید مارکو پولو کی است؟ مارکو پولو، شما سیاحت نام مارکو پولو خونید، یک مبلغی مسیحی است و شدیداً در مقابل مسلمان ها است و چیزهای بسیار عجیب و غریب نقل میکنند که خیلی بعضیش دروغن، بعضیش ساختن، بعضیش شاید درست باشن. وقتی که اینا آمدن از این طرف، ضربه اساسی به آیین ما زده شد. مغول زبانی نداشت که در برابر فارسی جاری کند، اما همون یک یاسا داشتن یا یاساق میگن، قانون‌های اونا. بر اساس قانون ها بعضی از قوانین شریعت تعطیل کردن. مثلا اونا نمیگذاشتن گوسفند ذبح کنید. کسی گوسفند ذبح میکرد، کسی یک مسلمان خودش ذبح میکردن و دشمنی اینها تا جایی شد که من یک مثال برای شما میگم. رشید الدین فضل الله این خودش یهودی تباره، بعد مسلمان میشد، در دربار مغولا خدمت میکنند. این در همین کتاب جامع تاریخ میگه، جامع تواریخ میگه که مسیحی ها آمدن در دربار قبیله نبیره چینگیز خان، در سری اون خواندند و خلاصه تبلیغ کردن، گفتن که همین مسلمان ها یک کتاب دارن با نام کتابشون قرآن، در کتابشون نوشتگی است که باید جمله کافران کشته شوند و آیتی 36 یمین سوره توبه را آورند و قاتل المشرکین کافتا. اما آیت متنش همین خیلی است تقریبا، یعنی بکشید همین کافران. گفتن این در مسلمان ها این خیلی گپ دارن، اینها ما بر اساس دینی اونها مقهور به کشتن و کشته شدنیم، بید ما حاضر در دست ما هست قدرت، ما یک اقدامی کنیم. بعد وقتی به قبیله گفتن، در مشاوران و اون مبلغین این گپ پزاندن، گفت که خب یک نفر بیارید من پرسم از او. میگه یک نفر روحانی بخارایی رو آوردن با نام بهاءالدین بهایی، این شخصیت معروف تاریخی است. بعد اومدن دعوت کرد، گفت که خب همین آیه در کتاب شما هست؟ خب این نمیتونید. گفت که نه نیست. گفت ولی هست. گفت چرا شما به اون عمل نمیکنید و ما رو نمیکشید؟ این نادانم و جای یک جوابی خوب دادن که جانی نه خودش جانی همین مردم بر لبی شمشیره، گفت که برای اینکه ما حوز قدرت نداریم که شما رو بکشیم. گفت شما قدرت ندارید، ما قدرت داریم. گفت نویسید یرلق میگفتن فرمانه، همون دست فرمان نویسن با نام یرلق. درباره متنش همین، هر کجای یک مسلم یافته شد به قتل رسانید. شما تصور کنید این وقتی همین گپ گفتن، یکی از ندیمان مشاوران در وقتی تا اینکه مهر نشده گفت که حضرت، گفت قبیله این مسلمان ها گفت با رویه دارن، با دانشمندای گوناگون دارن، فرقه دارن، مذهب. به یک نفر دیگه هم پرسیدیم، شاید این جواب نادرست داده باشد. گفت یک نفر دیگه دعوت کنید. دعوت کردن از سمرقند مولانا حمیدالدین سمرقندی را، شخصیت معروف، شخصیت تاریخی، کتاب دارد.
اونو دعوت کردن آمد، بازم سوال همون، آیت هست یا نیست؟ گفت بله هست. گفت چرا شما عمل نمی کنید؟ این مرد بسیار خردمند که رحمتی حق بر روح و روانش بود گفت که حضرت، گفت این نامه ای که شما من دعوت کردید همین نامه شما هست؟ گفت بله نامه من. گفت شما در بالا این نامه تا نویسید که به نام آفریدگار، چون شما آفریدگار میشناسید، شما در این داخل نمیشه، این خیشتون هم عائلتون هم داخل نمیشد، شماها داخل نیستید. ما منظور ما از این کسایی هست که به خدای عالم شریک قرار دهند، اون چند تا گویند اون زن و بچه دار، شما گو از این مبرایید. این بسیار قبیله شما میگن نامه رو در آن پرداخت. یعنی این خیلی حرکت برای ما در زمان مغول یکی از چیزهای یکی از جنبه‌های فرهنگی که ما بسیار کار داد و خدمت کرد دین ما بود. استعمار از زود از آینه چیکار کردن؟ همین محمود یلواج، یک نفر محمود یلواج مسلمانی خوارزمی و بچهش مسعود بک میگن، از نزدیکان چینگیز بودن. اینا از اون سلطان محمد خوارزمشاه رنجیده، محمود اینا رو گفت که با دین خودتون باشید. اینها شروع کردن در میان مغول ها تبلیغ در ماوراءالنهر. در ایران همین زمان بعد سال 1256 که مغول ها قلعه های اسماعیلی را و دولت اسماعیلی را برهم زدند و بغداد هم فتح کردند و خلیفه را کردند، در اینجا در آسیا منه در درس فرزندای چغتای بود، در اونجا در درس هولاکوها بود، فرزندای طلو. اینا در یک زمان ببینید حرکت فرهنگی تاجیک در یک زمان هم در ایران هم در اینجا توسط دین مغول ها رو تبلیغ کرده، مغول ها رو مسلمان میکنن. بحث های عجیب است در این دوره، بحث های داخلی فرقه‌ای خودی مسلمان هم هست، لیکن بحث های عجیب در مغول ها میاد نشینن میگن بیا شروع کنید بحث. در اکثر بحث ها این مسلمان ها که منطقی تر صحبت میکردن در منطقه های ما بسیار قوی بودن. بله. اینها در بحث مسیحی ها چی دادن؟ شکست دادن. بعد مسلمان ها اون زمان شخص با نام دیگه وای نداشتن، خلیفه. اینا هنوز پاپ داشتن، اون پاپ روم بود که پاپش میگن. این مغول ها گفتن که خب از اینها که با راهبر دارن ما وای از ما برتر میدونن، اینا بهترن. شروع شد بحث ها، مغول ها تدریجا از مسیحیت گشتن شدن مسلمان. همین تمرشیرین، همین کبک خان و دیگران در ایران، همون اولجایتو، غازان، اینا مسلمان میشوند. و نه این فقط مسلمان نمیشوند، حتی زنهای اینها وقتی که به اسلام، همون وقتی که اینا با مسیحی بودن، زنهاشون برای مسیحیت خدمت میکردن، از جمله مارکوپولو این گپ میزنن. وقتی اینا مسلمان میشوند میگن که خب دیگر سرای دیگر است، میگن باید چیکار کنیم؟ باید به خاطر میگن خب کار خوب کنید. کار خوب چی؟ مثلا نهر کنید، مسجد سازید، مدرسه سازید. در همین شهر بخارا تقریبا 10 مدرسه میسازد، فقط یک بانوی مغول که نام مدرسه‌اش، مدرسه بزرگترش مدرسه خانیه هست، استاد آورده میموند که را سیف الدین بخارزی را. یعنی در این دوره، در این مرحله حساس آیین ما دین، یعنی دین خیلی خدمت سخت کرد در استعمار زدایی، ببینید حفظ کرد فرهنگ. دین یکی از چیزهای فرهنگ است. بله. و در جایش این حرکت میکند و چون در این زمان بسیار آسیب دیده بود از دو سمت، همچون قسم جراحت دیده فرهنگ ما به حرکت آغاز کرد و بسیار موفقانه عمل کرد. و من حاضر برای شما گرفته بودم، فراموش کردم و نشانتان میدم. من یک سکه دارم، سکه زمانی مغول، سکه طلایی هم هست. یکی از رفیقا با من هدیه کرد چند سال قبل، روانش شد. همین سکه مغول است که در خوجند ضرب زده شده است. در اونجا نام مغول هست، نام شهر خوجند هست، ثبت سالی سکه زده، لیکن شعارهای دینی اسلام، همون آیه لیظهرکم علی الدین کله، این آیت یعنی علاقه مغولی مسلمان این. بله. و همین حرکت نتیجه داد و مغول ها در داخل این فرهنگ هضم شدن و دیگه خودشون دیگه مغول نمیگفتن، دیگه همچین مسلمان. بله. یعنی به این نتیجه میرسیم در این بس که یکی از عامل هایی که ما را، یعنی فرهنگ ما را حفظ کرد در اون دوره مغول ها و خط حفظ شد، بعضی چیزا حفظ شد، این عاملش عامل دین بود. و اگر بیایم به این زمان خودمون که اکنون ما در یک زمان استقلالیت زندگی میکنیم، زمانی صاحب استقلالی است و این بحث رفته خیلی اوج میگیرد و تیزتون دامه شود. استعمار زدایی از اون آثار شورایی باید استاد چگونه صورت بگیرد و آیا استعمار وجود داشت یا نداشت؟ هنوز این بحث هست. شما چی نظر دارید در این موضوع؟ خب بیاد به خاطر اینکه من از پیش خودم گپ نزنم، یک بار دیگه شما لنتتون قفا برگردید، اون تعریفی که من در ابتدا خوندم اون به یاد بیارید. یعنی وجود داشت، استعمار بود. من نمیگم وجود داشت، شما بگویید. وقتی که یک کشور
در اختیار کشوری دیگر قرار میگیرد. وقتی که حدود شما رو خودتان معین نمیکنید، وقتی زبان شما رو نامش میگیرن، خیلی خواهند نامش تغییر میدین، وقتی خط شما رو میگیرن تغییر میدین، وقتی شما 10 تا شهر دور در یک روستا آماده برای شما پایتخت میسازن و های دیگر، این استعمار هست یا نیست؟ وقتی زبان شما از منبر و چی دور میشد، به حاشیه رانده میشود، وقتی که فرزندان شما زبان شما هر این شما اگر همینا رو بینید، اگر باشندگرش به شما بگید استعمار هست. بعضی نفران عالمان به این نظرن که حتی این بدتر از زمان مغول بود، یعنی دیگر زبان رفت اینجا، فرهنگ رفت، ادبیات رفت، همه چیز رفت. نگاه کنید، من اون دو دوره رو گفتم که یکیش مثلا به دین ضربه زد، یکیش به زبان ضربه زد، یکی دیگهش این همه اینها رو در مجموع دارد. اگر نداشته باشه شما بگویید. از همین حدود سر کرده تا شو تصور کنید خط شما رو میگیرن تغییر میدن در 10 سال دو بار. بله، نامی زبانتون میگیرن، میگن نامش. ما از فردوسی عجم زنده کردم بدین پارسی تا استاد عینی سال 1920 تاریخ انقلاب فکری بخارا رو بخونید، همون مثال میبرم من. در حالی که بعد از این هم هست، مثلا میگن که همون وقتی جنگ شیعه سنی بخارا رو تفسیر میکنن، میگن من بسیار به درد آمدم و حالتی خودم با یک شعری با زبانی فارسی بگفتم و اون شعر میارن. از فردوسی تا عینی میگن فارسی، اینا میگن نه این زبان همش تاجیکه، به خاطر اینکه شما از برادری اون طرف مرزتون کنده شوید و این یگانگی باید ایجاد نشود. یک دوم دلیر، من بار دیگه میگویم مردم این چیزا میخواهند و این مردم خودش میخواهید، شما نمیخواهید. یک حکومت شوروی ابتکار در روانش هست، در گنش هست، این کار میره. من یک مثال میبرم برای شما. البته یک چیز دیگه، نکته دیگه برای شما بگویم. این کلمه استعمار زدایی که در زبان چی دکلونالیسم میشه، این اگر جنبه سیاسی گیرد میتونه یک کمتر حساس برانگیز بشه، بعضی کشورها ناراحت شون. اما ما این وقتی درباره منافع ملت خود ما گام میزنیم، دولت خود ما گام میزنیم، یک چیز فراموش نکنید، به شعار هم میشود این کار کرد، اما باید آگاهانه و دانسته کرد که با بعد از 50 سال یک مشکلی دیگه برای ملت ما وجود نیاید، یا بعد 100 سال نشود که یک نفر ستمگر یا یک نفر آدمی که به ملت اینقدر ضرر رسانده، در زمان شوروی اینقدر ضرر رسانده است، شما با دوباره بگید نه این کار خوب کرده بود. این برای این شما بگیرید از همه ضربه سخت‌ترین در زمان شوروی به زده شد، ضربه سخت، یکم به زبان، دوم به دین. شما یادتون باشد همین خیزش ملی ما در هر دو زمینه شروع شد. چرا؟ چون اینها هر دوش ضربه‌های مستحکم خوردن، ضربه‌های خیلی محکم خوردن. از زبان اول شروع شد، بعد دین، هر دوش یک جای. شما این حرکت اگر هدایت هم نشود، راه شما بیاید به خاطر اینکه حرفی من بی اساس نباشد، همین حوزه روید بگیرید، روزنامه امروزی، یک روزنامه امروزی تاجیکستان، مثلا جوانان تاجیکستان یا که مثلا جمهوریت گیرید، با زبان اینا با زبان 35 36 سال پیش مقایسه کنید، ببینید فرق تفاوت هست یا نیست. از زمین تا آسمان است، زبان فرق میکنه. حتی من یک چیز برای شما چیز عجیب بگم، یک وقت یک دانشجو، یک 2-3 سال پیش یک دانشجو رفت از کجا یک کاری وای آورده است، یک رساله در خانه کدام یک رساله دیپلمی آورده است، بعد بالاش نامش کنده آماده گفت من رساله نوشتم. من رساله رو گرفتم، گفتم خودت نوشتی رساله خوب. جمله یکمش خوندم، گفتم این رساله تو از کجا دزدیدی؟ اول خواست که رد کنم، وقتی گفت معلم از کجا فهمیدید؟ گفتم آقا این جمله یکم، این جمله زمانی شوروی و جمله ما امروز تاجیک با این زبان هم، این جمله 45. بعد گفت که یک عمک هم میخونده است در خانه‌اش. گفتم سال 78 گفتم این زبان ما امروز نیست، این میرود. چرا این موضوع برای ما قدر حساسیت مهم است این موضوع؟ و میبینیم همین ماهای اخیر ازبکستان 200-300 نفر سفید کرد، قزاقستان این کارا کرد، حتی قرقیزا آمدن، همون نفرایی را که در زمان شوروی حرکت میکردن، ضد شوروی بودن، آمدن همین کشورهای ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان اون را سفید کردن. مثل که در ما یک حرکتی بود به نام حرکت باسمچی‌ها، امروز در ما معروف است. خب اونها هم شهرونده عادی بودن، توش اومدن برای هویتشون، برای تاریخشون، برای سرزمینشون مبارزه بردن. ولی گروه میگن نه، نظر شما در این موضوع چیه؟ آیا ما حق داریم اون را سفید کنیم در تاریخ و این کارا چه کردن ممکن است؟ یک سوال دودی که من اگر این سوال یک گپ است که میگن که اگر جواب دهم زبانم سوزد، اگر جواب ندهم دلم سوزد، یک گپی همینطور است. این سوالی هست که بسیار بعضی مردم ناراحت میکنند. من جواب نمیدم. دلیل من 3-4 فکت میگویم، خودت و بینندت خودش قضاوت کنند. نگاه کنید، سپیتامین در مقابل یونانی جنگ میکنند، قهرمان. مقنع و دیوشتیش در برابر عرب جنگ میکنند، قهرمان. تیمور ملیک و
محمود تارابی در مقابل مغول جنگ میکنند قهرمان، واسه قهرمان در مقابل ستم منطقی جنگ میکنند قهرمان، بعد 4 نفر برآمده در مقابل تجاوز بلشویسم. من نامش بلشویسم مینامم چون این جنگ در مقابل بلشویسم بود. این شما بلشویسم شما گیرید با در گوگل در یاندکس با انگلیسی زنید، با روسی زنید، با هر زبانی که میزنید، این یک تفکری، یک حزبی بسیار تندگرا و انقلابی که در مقابل امپراتوری روسیه مبارزه می‌بردن، اما چون موفق نبودن اینها یک انقلاب به نام انقلاب میگذرانند. انقلابی یعنی منافع اما انقلابی فدرالی روس میدوزدن، به قدرت میرسن، همه احزاب بر هم میزنن. خب و حتی هم منشویکایی که دادراشون بودن، منشویکا هم کمونیست، همونا رو حتی از صحنه میرانن و اینا 70 سال حکومت میکنن. دلیل چه خیلی دویم دلیل یکم دیدید؟ بله فهمید. دویم دلیل ما در 500 سال آخر حداقل با ازبک‌ها، با ترکمن‌ها، با قرقیزها، با قزاق‌ها هم سرنوشت بودیم. من در یک سرزمین دولت ها ما یک بود تا همین سال آخره. چه در 4 کشور اینها میشن قهرمان، در یک کشور دیگه میشن دشمن. این که همشون زیر یک سیستم مبارزه برده اون کشورهای دیگه دارن. این ببینید این یک حرکت فقط اگر در تاجیکستان میبینید فقط خاصی تاجیکستان است. بعد شما باید بدونید که اون زمان قلمرو یگانه بود، این جمهوریان نبودن. اینا اینش از فرغانه می اومد، مثلا مسجد می اومد، اما ارگش یعنی میگم که همه در این محیط بودن. یا که فوزل مخصوم میرفت درواز، ایشانی سلطان می اومد این طرف، مثلا دوشنبه این ابراهیم بیگ میرفت تا سرحد افغانستان. اینا همشون در یک حرکت بودن، پراکنده بودن. اما این یک حرکت برای فقط تاجیکستان، برای همین منطقه چه جوری میشد که در 4 کشور قهرمان در یک کشور؟ این دویم اکسیوم. سیوم، خب دلیلی که مردمایی که مخالفن میگن که اینها بعضیشون تاجیک نبودن. خب برادر، امروز در سطح ارتش تاجیکستان ممکن یک نفر روس یا ممکن یک نفر ازبک یا یک نفر قرقیز رتبه دارد که جنگ میکنه. اون یک روز با تاجیکستان یک مشکل پیش میاد، اون در مقابل دشمن میجنگد. اون ما گویم که بیگانه بود، در مقابل همون زمان او در همون سرزمین زندگی میکرد، از سرزمین دفاع کرد. دلیل 4 بلشویسم به اینجا هجوم کرد یا نکرد؟ کرد. سیاست هاش من حاضرم در امروز یک چیزی ارشیوی داشتم میخوندم درباره اون که یک نفر چیزی ارشیوی و این یک دکلرنای سپیسکی یک نفر بر سرورش مینویسد درباره سرشدن می حرکت. این در هر سری جمله میگه که اون فلانی خطا کرد، اون میگه چرا این حرکت سر زد. نکته 5 دلیل شما به شروع این حرکت ببینید چه شروع شد. این حرکت شروع شد از وادی فرغانه، وقتی شروع شد که مختاریت قوقند حکومت شوروی برهم زد. یک دوم یک حزب با نام حزب دشنکسوتیان را که ارمنی ها بودن، اینها خاطری بد از عثمانی داشتن که سال 2015 اون حادثه معروف اتفاق افتاد. اینا رو آوردن در وقتی که این برهم اینا رو آزاد گذاشتن در وادی فرغانه. اینا در دوام 2 شبانه روز نزدیک به 5 یا 8 هزار آدم کشتن و زنان رو تجاوز کردن. حرکت از اونجا شروع شد، یعنی محرک خودی بلشویسم بود. و دلیل آخران دلیل اونا میگن که بعضی از آدم‌ها شر نداشته، میگن که بلشویسم قوی بود باید ما تسلیم میشدیم، یا بعضی ما یک چیز نکته میگم امروز ما هیچگاه هیچ کشور به خطر نیست. ما حاضر در این روند جهانی شوی، در این تقسیمات نوی جهان ما هم خطر داریم. همین امریکایی‌ها 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتن، نه از اون طرف اقیانوس آمدن. افغانستان آمد، یعنی ما هم در تهدید هستیم، بودیم و خواهیم بود. چین در یک کشوری قدرتمند، ترکیه یک کشوری با بیرقدار، یا همین روس‌ها که امروز پاشون در اوکراین گیر است، پسر عمکشون. همین شما برای من بگویید که شما همین یک کشور، همین از همین کشور، ما کشور خرد نمی، همین کشورهای بزرگ حتی خدا نکرده چشمی بد دور به تاجیکستان چشم بلا کنن یا هجوم کنن، همین شما و من باید چیکار کنیم؟ باید جنگ کنیم، دادن مبارزه بریم یا مبارزه نبریم، یا بگیم که نه اونا شما زورید ما نه تسلیم به هر صورت. اون مردمی که اون روز بودن، من شما رو گفتم امیر گریخت، فرار کرد رفت، اونا به وظیفه‌شون عمل کردن یا نکردن؟ کردن، به وظیفه‌شون عمل کردن. و دلیل جان من یک نکته میگم، شما اینا همچون ختم سخن قبول کنید.
ما تاجیکا 4 عنصری بسیار مهم در هویه ما تاجیکان هست. 4 مرحله. یکی مرحله که با از زمان قدیم تا دوره اسلام میآید، فرهنگ باستانی ما که جزء هویه ما است. یکی فرهنگ دوره مسلمانی ماست. خب یکی زمان این 150 سالی همزیستی با روس‌ها و شوروی هست و چهارم این برکت خدا پایدار بود، استقلالا. ما اینا هیچ کدامش نمیتوانیم کدامش ما اگر یکی از همین کرسی رو شما ببینید، کرسی من 4 پایه داره. یکی از پایه هاش اگر دراز باشد این کرسی نیست، یا که نباشد باید اینا هر 4 پایه ما مقابل هیچ. لیکن در این حرکتی که شما گفتید ما یک نکته فراموش نکنیم. بابای ما بر رسالتش عمل کرد، بر رسالت خودش عمل کرد، بر رسالت، یعنی یک کشوری که با هیچ بلشویزم نه در تاریخ ما نه سابقه دارد، با اون چیزی که ما اموال مال ملکی همه مردم کشیده میگیرد، با اون مبارزه که با آیین و دین مردم میبرد، با زبان مردم میبرد. طاهر جان اگر حرکتی مقاومت که اینا بسماتیش مینوان، اگر حرکتی مقاومت نبود عجیب بود، یعنی این ملت پس مرده بود است، هیچ کنا داشت است که از خودش از هویتش دفاع کنه. این شرمندگی میشه اون وقت. این ملت نشون میداد که اون ملت اون زمان بوده است. امیر فرار کرده گریخته است، این مردم ایستادن در مقابل تا آخرین مبارزه بردن. البته شما بگید که اینا کی بودن، من خلاصه نکردم. استاد در انجام صحبت ما میخواستم از شما بپرسم که در زمان صاحب استقلالی آیا نشانه های استعمارزدایی در ما وجود دارد؟ اگر هستند چی هستند و چه کارها را باید تقریبا کرد که ما این تاثیر رفته رفته کم کنیم؟ ما فکر میکنم که به شعار، به آوازه کردن، به اینکه به خود ما با یک مشکل دیگر مواجه کنیم، چون ما یک کشور ما هست بسیار، یعنی ما آسیب پذیریم از هر حوادثی منطقه، میتونیم آسیب پذیریم و این گرگ ها میدونید که چشم علا کردن. ما باید بسیار کارهایی رو کنیم. البته تا این زمان شده است همون جنبش ملی که در سالهای 80 عصر گذشته سر زد و آمد در سال 89 به قانون قبول قانون زمان، یکمین حرکتی عظیم بود. خب یک حرکت دیگری بعد از اون شد که اون بسیار سر و صدا ایجاد کرد و از بس که نحوه کارش نادرست بود، تاجیک به 2 تقسیم کرد. این برچیدن هیکل لنین بود. دلیر من یادم است زمانی دانشجویی از همین محله وطن اساس میگیم تا همین آخر، یعنی در همین خیابانی پیشتر به نام لنین حاضر بوده که من یک وقت حساب کردم همون زمان مجسمه همش بودن، لنین مرکزی هم بود، 7 مجسمه بود. ببینید وقتی که ما نادرست یکیش برچیدیم چی آشوب باش شد. ما همدیگه رو تحقیق کردیم در یک خانه، پدر و پسر، برادرها با همدیگر، لیکن این 6 دیگه هم برچیده شدن. البته درست برچیده شدن، هیچ ایجاد نشد، یعنی یکم درست این کار کردن. میدونید در برای چی همون شما گفتید استعمار وقتی که حساس برانگیز میشد، اینجا یک نکته رو باید بگویم. این من به این که طعنه کنم، به این که یک گپی بد گویم، ما متاسفانه در قیاس با جمهوری پریبالتیکا، نزد بالتیکا و جمهوری های قفقاز، ما همون رهبریت حزب کمونیست و دستگاه ایدئولوژی حزب کمونیست تاجیکستان در 5 سالی که بازسازی بود، اون زمان بهترین زمان بود که همون چیزهای ملی برآورده شود به شعار. لیکن بازم بار دیگه میگم آخر اون مکتب، اون مردم پروریدی اون نظام بود و اونها پروریدی استعمار به این کار نمیکردن، متاسفانه نکردن. به همین خاطر ما وقتی که نادرست کار کردیم برای یک مجسمه، من بار دیگه میگم دلیر جان، من نحوه برچیدنش نمیگم درست بود، اما بازم اگر حتی همین چیز اتفاق افتاد، این دور از فراست و دور از نجابتی ما هست که ما برای خاطر یک مجسمه ای که عنصری بیگانه هست، فرهنگی بیگانه هست. استاد لویا یک شعر دارد در سال 90 یک شعر گفت که داهیانت از دهای تاجیکان آگه نبودند انقلاب. این به خاطر چی گفت؟ به خاطر این در همون دستور تقسیماتی که از جانب لنین صورت گرفته است نامی تاجیک نیست. همین ملت‌های آسیایی هستن، ترکمن است، ازبک است، قزاق، نامی تاجیک نیست. تاجیک به خاطر همون مجسمه گریه کرد، همون که بالا ظلم کرد. ما گریه کردیم، باشد گریه کردن، اونو به وجدان ما همدیگر داشتیم، همدیگر آزردیم، همدیگر این نادرست چیدن آثاری نمین استعمار زدگی نمین. و یک کار دیگری خوب صورت گرفت در سال استقلال، گذاشتن به نام‌های تاجیکی. شما اگر شبه کنید همین خبر همون در زبان
همون شب و روز هم اخبار بینید چقدر بعضی ها حتی به همین کار، یعنی ما فقط نام نصب خواستیم که به همون حتی بعضی مردم مخالفت میشن. بله برای خاطر این ختم سخن در حرکت استعمار زدایی بسیار نازک باید کار کرد، بر منفعت دولت و ملت باید کار کرد و کاری ما کنیم که فرزندای ما، نبیره های ما، مثل که سالهای 90 91 ما 92 مردم ما عذاب کشیدن در این کار و در پیامدش از بس که ما نخبه های اون زمان کار نکردن، ما در پیش فرزندان ما، نبیره ها ما رو ما سیاه نباشد که هیچ کار نکردن. هر کس به مسابقه خود، به قدرت خود، توان خود کار کند و واقعا چون اگر شما میخواهید که یک استقلال داشته باشید باید که استقلالتون واقعی باشد به این حالت ها، چون این حالت ها متاسفانه اگر کار نشوند، اگر اینها به خودی همون درخت نازنین استقلال هم میتونن اینها حتی خلل وارد کنن، چون اینها مضرن، زهرناکن این چیهایش اگر مداوا نشوند. تشکر زیاد استاد. بار دیگر به برنامه کتابخوان خوش آمدید. من همیشه تعجب از آن میکنم از انسان‌هایی که میآیند در نزد مجسمه همین سامانی گلچنبر میگذارند، ولی در شبکه‌های اجتماعی از لنین و استالین اینا گریه میکنن و دفاع میکنن و این گونه تفکر واقعا عجیب است و من فکر میکنم که این تفکر برای دولت ملی، برای دولتداری ملی، برای هویت ملی اگر چند امروز هم نباشد در آینده خیلی خطر جدی دارد. من میخوام که ما در هر راهی هستیم، در هر کاری هستیم صادق باشیم و اونها هم که از ملتشون، از هویتشون، از زبانشون دفاع میکنن باید درست بفهمیم که این تاجیک است و از جای دستور نگرفته است و با کسی هم کار نداره، فقط میخواد که هویتش، زبانش، فرهنگش، دینش و آیینش حفظ شود. با بیننده برنامه کتابخوان همین رو گفتنیم که صدامین برنامه کتابخوان رو برای شما تبریک میگویم و این هم یک رمزی بود که ما درباره استعمار زدایی در صدام برنامه صحبت کردیم، چون برنامه کتابخوان از روز اولی که یعنی برنامه‌اش رو ثبت کرد هدفش آگاهی بود از موضوعات تاریخی، کتاب بود، دانش بود، بیداری بود، هویت بود و شناخت خودی بود. اگر که ما در این برنامه در آینده هستیم یا نیستیم، امیدوار هستم که این گونه برنامه ها، این گونه صحبت ها ادامه خواهند یافت. استاد بار دیگر با برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. واقعا به اندیشه ما همچون نه یک روزنامه‌نگار، همچون بیننده این برنامه صحبت خوب بود. خدا یار و نگهبان ما و شما باشد و خدا حافظ بیننده های برنامه. خدا یار و مددگارتان.